شرکت‌های هواپیمای روسیه پروازهای بین المللی خود را به شدت کاهش داده، برخی پروازها به خارجه را کاملا قطع کرده ایستادند. روساویت به شرکت‌های روسی توصیه داده است که با هواپیماهای اجاره به خارج پرواز نکنند. مقامات اویاسیونی روسیه ترس دارند که در پی اعمال تحریمات سنگین به ضد کشور به سبب حمله‌اش به اوکراین، هواپیماهایی را که در لیزینگ قرار دارند می‌توانند در بیرون از روسیه مصادره کنند. شرکت S7 سیبر سمارت آویا هنوز از 5 مارس پروازهای بین المللی خود را قطع کردند. از 7 مارس شرکت‌های هواپیمایی سیورنیویتر و پگاس فلای و از 8 مارس ایرافلوت روسیه، اورورا پابیدا و ازور ایر نیز پروازهای بین المللیش را منع می‌کنند. از این شمار دو شرکتش سیبر و سیورنیویتر بین شهرهای روسیه و تاجیکستان نیز ماهانه دهها پرواز انجام میدادند و رفتن آنها از این بازار میتواند باعث کمبود شدید چپته‌های پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس هم باعث به شدت بالا رفتن نرخ چپته‌ها شود. این هم در حالی است که موسم نو سفر مهاجران کره از تاجیکستان به روسیه تازه اوج میگیرد. در بهار سال 2021 وقتی که روسیه مرزهای خود را بعد اوج پاندمی دوباره گشود، نرخ پروازها به روسیه از تاجیکستان $2500 به آسمان خسته بود. انتظار می رود که اگر لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمای روسیه بین شهرهای این کشور و تاجیکستان اوج باز هم بیشتر بگیرد، آن وضعیت یک سال پیش روی داده می تواند دیگر باره تکرار شود و نرخ چپته‌های پرواز و عموما سفر به روسیه از نو به آسمان بخیزد. بعد 8 مارس چندین شرکت‌های هواپیمای روسیه به پروازهای بین المللی خود دوام میدهند، از جمله شرکت‌های یوت ایر که پروازهایش به عربستان سعودی، امارات عرب، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ارمنستان حفظ کرده است. اورالسکی اویالینی پروازهایش به آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان را حفظ کرده است، ولی نقشه ها می توانند تغییر یابند. این شرکت روز 4 و 5 مارس چند پروازش به تاجیکستان را الکی منع کرده بود. بعد 8 مارس بنا به خبرها 27 شرکت هواپیمایی خارجی پروازهایشان به روسیه را حفظ میکنند، ولی وابسته به تغییر وضع در اوکراین آنها نیز میتوانند تصمیم خود را بازبینی کنند.